سلام. خب احتمالاً اگه کسی سابسکرایب به ما باشه میدونه که من چه اخلاقی دارم و چه اشخاصی دور خودم جمع میکنم. اینجا جای عقب مونده دیگه، چه میدونم جیره خور دیگه، کوفت، زهرمار، مزدور، اصلا جای اینجور آدما نیستش. پس اگه میخوای هیت کنی منو، مطمئن باش یه گزینه‌ای هست به نام هاید یوزر که اگه رو تو بزنم فقط کامنت های خودتو میتونی بخونی و هیچ کس دیگه جز خودت کامنتاتو نمیتونی بخونه، حتی خود من. پس قبل از اینکه بخوای به قیافه من گیر بدی به خودت رحم کن. آره اینجا دیکتاتوریه. اگه سابسکرایب نکردی ما رو سابسکرایب کن. البته خب میتونی بعدن هم سابسکرایب کنی، یعنی وسط های ویدیو آخرش هر موقع که خواستی، ولی این کمک بزرگی به من میکنه. شما میدونید آمریکایی‌های خبیث وارد عراق که شده بودن، وارد شهر سامرا شده بودن، از دوستانی که بودن بپرسید، در خونه ها در میزدن، میگفتن مهدی تو این خونه‌یه، فکر میکردن حالا حضرت مهدی توی خانه‌ای برن دستگیرش کنن. آره اونا کسخلن، شما عاقلی، ما خریم اونا دنبال امام زمان میگردن دستگیرش کنن. مچگیری از آخوندی که تو مکه داره خرید میکنه ولی به مردم میگه خرید نکنید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. شما دارین سوغاتی میخرید؟ بله. به نظر شما ارزش داره آدم وقتش رو تو این شهر صرف سوغاتی خریدن کنه؟ همه چیز الحمدلله در ایران هست و ارزونتر از هم هست. آره خیلی ارزونه، انقدر ارزونه که ماه به ماه قیمت ها 2 تومن 3 تومن بیشتر میشه. اینجا وسایل خیلی گران هست و ضمانت هم ندارد و به حجاج محترم ایران توصیه می شود که از پرسیدن در بازارهای عربستان سعودی جدا خودداری کنند. جدا خودداری فهمم، خودم میخوام بخرم. لطفا جنس های اینجا رو نخرید. ضایع شدن آخوندی که میگه هر جا آخوند نباشه جرم و جنایت زیاد میشه. فکر کنم دیدم ولی باز میبینیم مشکلی نیست. هر جا خلای روحانی بود، خلای آخوند بود، زندانای ما پر شد. هر جا خلای این دو قوم بود ما به بنبست شد. چرا؟ چون که شما دزدی میکنی، کسی هم نمیتونه بهت حرفی بزنه، زندانم که نمیرید. پس چرا شما دزدی نکنید وقتی بتونید تو روز روشن دزدی بکنید، نوحه بخونید دیگه، اموال ملت رو بالا بکشید؟ خب مسلما تعداد زندانی هم کم میشه. هیچی نمیذارید در بنده خدا که. یعنی اگه متوجه نکتهتون نشدم یعنی چی؟ یعنی که هر جایی که روحانی حضور ندارن بیشتره، ما آسیب میبینیم. یعنی مثلا ما تو قم زندانی نداریم؟ داریم. خب مورد 4، عقرب آلت معاویه رو نیش زد و نطفه یزید از زهر عقرب ساخته شد. خیلی هم عالی. ولی یه سوال دارم، احتمالاً تخماشو زده دیگه، چون آلت که فقط کار زیاد خاصی بود، اصلی کاری اون داشاقه، داشاق. آره احتمالاً اونجا رو میگه. یکی از مورخین نوشته که معاویه رفت جایی اجلکم الله ادرار بکنه، دقت کرد که نشست عقربی بود و آلت تناسلش یزید. معاویه با این وضع داد و فریاد جوکاتو خیلی دوست دارم عزیزم. رفت طبیبی پیدا کرد در حال که این مورد مثلا گزند این خزنده زهر عقرب باشه. بعد از یک سری مداواهایی نسبت به همچون عضو کذایی بدن اون دستور داد که با یک زنی با این اوصاف رو باید مجامعت کنی و ایشون عرض شد که با مادر یزید مجامعت کرد. چرا خوب بلدن تخریب کنن، دمتون گرم. نطفه ناپاک شد و عرض شد که آمیخته با اون نطفه کثیف اونجوری زهر عقرب شد یزید. یزید چه ترکیب یافته از. مواظب باش اگه اون دنیا رفتی جهنم که جهنمی هم در کار نیست، فقط مواظب باش اون یزید با دمش تو رو دنبال نکنه، چون احساس میکنم دردناک خواهد بود. اینشتین یک چیزی نوشته بودن که اینشتین گفته من مسلمان شدم شیعه هم شدم، طرفدار امام صادق هم هستم. طرفدار امام صادق بود آقای اینشتین. دمت گرم آقای اینشتین، اصلا
میگن دیگه هر کی مغز داره مسلمونه، بقیهش آمریکای کثیف کثافت. یعنی این کسشرا رو از کجا میاره؟ من میخوام فقط بدونم به چه شکل میتونی این چیزا رو بگی. به ذهن هیچ کی خطوط نمیکنه. اینا رو به عنوان جوک میتونی تعریف کنی، ولی فقط جدی با این پرچم الهی، با اون پرچم اومدی اینجا داری کسشر میگی. گفتن یا موسی ما به خدا ایمان نمی آوریم مگر اینکه یک معجزه‌ای به ما نشون بدید. موسی هم اشاره کرد به کوه را از جای خود بلند کرد، کوه را بالای سر بنی اسرائیل نگه داشت. ایمان میاری یا همینو بزنم کتلتت کنم؟ گفت یا ایمان بیارید یا کوه را رو سر شما میذارم. ببینی اصلا خیلی خوبه، یعنی همش تهدیده. یا کونتو پاره میکنم یا به اسلام روی بیار، یا میزنی از کشور بیرون یا اینجا زندانیت میکنی. عرض کرد عمو جان اینها از من معجزه میخواهن، معجزه به ایشان نشوندم. حمزه سید الشهدا نیزه‌ای به دست داشت، نیزه را زد زیر کعبه، کعبه را از جا بلند کرد، روی سر این یهودیان گرفت. کعبه مثل کعبه امروز نبود، اون زمان کعبه 35 متر در 35 متر بود. الان ظاهرا 14 متر در 14 متر است اگر اشتباه نکنم، اون موقع 35 متر در 35 متر. دوست عزیز نیزه نمیشکنه؟ نیزه از جنس جدت هم باشه میشکنه. البته خب خداوند متعال برای پیامبران کلا چیت میزنه و یه کار میکنه که نشکنه. درسته؟ بلند کرد بالا سر اینها نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کعبه رو روی سر شما میگذارم. از ترس اینکه بیافته رو سرت ایمان میاری. چقدر ایمان خوبی، دست شما در نکنه پیامبر عزیز. از سال 57 که سوارتون شدیم دیگه پیاده نمیشیم. تاکسی به یه آخوندی اهانت کرده بود، عقب مونده که سوارش کنه. آخوندم نمیدونست، خوشحال شد، گفت الحمدلله این آدم خوبیه منو میخواد سوار کنه. گفت آمدم بهت بگویم که سوارت نمی کنم. عقب اومده که فقط به این چی بگه؟ آمدم بهت بگویم سوارت نمی کنم. خوب کاری کرد، کس خارتون. اونم از اون زرنگا بوده، آخونده من نبوده، خیلی زرنگ بازاری. اون خارکسته روزگار بود، فرق میکرد با همه. میگه منم بهت میگویم از 57 که سوارتون شدیم دیگر پیاده نمیشویم. راستیتش تیکه ننداخت، حقیقت رو گفت. مورد 8، امام جمعه قم گفته خامنه‌ای موقع تولد یا علی گفت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. میگفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزار رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. دروغ که نمیگه. چند تا ماشین و املاک بهت دادن آیا آخوند؟ ماسکو من در بیارم، من صورت هم یه قسمت هایی متاسفانه یه ریزه جوشی زده، خوشم نمیاد دیده بشه، ولی خب دارم خفه میشم دیگه. من نمیدونم اینا از کجا میان ولی خیلی ترسناکه. گفت الان یارو میرسه تو کار کی به حرف اینا اعتقاد داره؟ اون صدای خر بود و صدای من، صدای مردمی که اونجا بودن نبود، صدای من بود، صدای خر بود. باورت نمیشه؟ تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. مردم رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و رید بر مملکت. چی بگم واقعا؟ چیز غیر از اینه بزن زیر گوشم. البته تویی که خرباشی میزنی دیگه، چون یا اطلاع داری یا نمیخوای رو کنی، یا اطلاع نداری یا گاوی دیگه. گزینه سومی فکر نکنم در کار باشه مگر سادیست داشته باشه. طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی.
این میخنده یا گریه میکنه؟ خب این فکر نکنم حرف باشه، بیشتر همون گریه اونجور چیزاست. دخترم صدا نزنی ها، اگه درد خیلی فشار آورد یاد این سریال های هالووین میافتم، خیلی خوبه و تو قیافش هم میخوره. با همه دردم چرا مرغ میده؟ چرا صدا مرغ میدی؟ وای این هم آخوند دوربینی. واقعا ایده‌ای برای این تیکه ندارم، خدا بهمون رحم کنه. صدا یه طرف میاد، مجبورم با ادیت درستش کنم. یا خدا، من قراره این وسط سرطان بگیرم، مال تو رو که درست دارم میکنم. اوه الان فهمیدم داستان چیه. دید دوربین سمتش داره میاد و گریه کرد. بر من که خیلی جالب بود، مخصوصا قسمتی که مونده به آخر، یعنی گزینه نهم. و وای یه سری از دوستان میگن که کل بدبختی ما بر سر همین آخوند است. هم راست میگن هم چرت و پرت محضه. ببینید در حال حاضر این که کشور ما به گوه کشیده شده، در حال حاضر به خاطر آخوند نمیتونه 100% باشه، ولی آخوندا آدمای ساده رو گیر میارن. حالا کسایی که مسجد میرن، مسلمانای عزیز میرن، اونا رو به اصطلاح رو ذهنشون کار میکنن که شستشون مغزی بدن. شاید باورتون نشه این چرت پرتا رو شاید تو بشنوی، شاید معلوم نیست که این ویدیو رو داره میبینه، بگه این چه بولشتیه. ولی کسی که کل کتابایی که تو زندگیش خونده همه علمیه، اونم آخوندا نوشتن یا دو سه تا کسخل دیگه، خب انتظار نداشته باش که این چیزها رو میشنوه بیاد بگه اشتباهه. من میگه درسته، معجزه الهی. و واسه همین چیز به گنگ کشیده میشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. نگاه به قیافه من ننداز، من از تو خطرناکترم. یوهاها. نه شوخی کردم، من خطرناک نیستم، تو خطرناکی، ولی ازت نمیترسم، جدی میگم. خب خداحافظ.